سلام، امیدوارم روز خوبی همراه با برکات الهی داشته باشید. موضوع این برنامه‌مون در مورد مرگ. حضرت علی رضی الله عنه موعظه‌ای تاثیرگذار در مورد مرگ بیان می‌نماید و این مورد می‌فرماید زمانی که شخص در حالت مرگ قرار می‌گیرد تمام مردم بر سرش حاضر می‌شوند. تمام مردم. چشم به آنها می‌دوزد و به آزمندی به آنان نگاه می‌کند و عرق از پیشانیش فرو می‌ریزد. بینیش تیغ، نالش آرام و نفسش به شمارش می‌افتد. و همسرش برای مفارقت او گریه می‌کند. گورش آماده است و فرزندانش یتیم، همسرش بیوه و دوست و دشمنش از هم جدا می‌شوند. کفنش آماده می‌گردد، اموالش تقسیم می‌شود و دیگر گوش و چشمانش نمی‌بینند و نمی‌شنوند. او به قبله گذاشته می‌شود، دستانش تهی می‌گردد و برای غسل داده می‌شود و در قبر گذاشته می‌شود. خاک بر رویش ریخته می‌شود و کرم‌ها بدنش را می‌خورند. کفنش خشک می‌شود، کفنش پوشیده می‌شود، بدنش به خاک تبدیل می‌شود و روز قیامت از قبر بلند می‌شود. به دهانش مهر می‌زنند، چشمانش به آنچه دیده است گواهی می‌دهند، گوشهایش به آنچه شنیدند اعتراف می‌کنند و دستانش به هر جا دراز شده شهادت می‌دهند. امیدوارم چنان زندگی کنیم که الله و بندگان الله از ما راضی باشند. سیف کن یادت بمونه، لایک یادت نره، سابسکرایب کن، زنگوله را فعال کن.